سلام كمسك الختام. پدرجان نماز چیست؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. پسر جانم، هر یک مخلوق زنده روی زمین با راه‌های گوناگون به خود خاص عبادت خدا را به جا آورده او را حمد و ثنا می‌گوید. نماز این عبادت است که در خود تمام عبادت‌های مخلوق را تجسم می‌نماید. از سبب آن که نماز عبادتی مهم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را ستون دین نامیده اند. نماز معنای دعاخوانی خیر داشته معراج مؤمن به حساب می رود. یعنی واخوری مسلمان با خدای خود می باشد. با واسطه این نماز ما امکانیتی در یک روز 5 مرتبه با خداوند ملاقات کردن را پیدا می نماییم. از تحت دل بندگی خود را به او نشان می دهیم. اظهار می کنیم که دائم محتاج او تعالی هستیم. نماز اظهار منتداری ما به الله تعالی است. هنگام نمازخوانی ما به الله تعالی برای نعمت‌های عطا کرده اش شکرگزاری نموده عشق و محبت خود را اظهار می کنیم. از این رو نماز بزرگترین ارز عزت و احترام است که آن را تنها به الله تعالی می توان بیان کرد. پسر جان، غیر از این نماز دعا است به خاطر ارز بندگی در نزد الله تعالی و طلب مغفرت گناه از درگاه او تعالی است. اگر مختصر و کوتاه کرده گوییم، نماز این ستون دین، روشنی روح، اساس زندگی روحی ما و از همه عبادت زیبا است که ما را جسماً پاک نموده حیات روحی ما را احیا می گرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نماز روشنی در دل انسان است. بگذار کسی خواهد با این روشنی راه یابد و کوشش کند که روشنی دلش زیاده گردد. روایت ترمذی. پدرجان بگو چی؟ ما نماز میخونیم. پسر جانم، نماز این وظیفه بندگی ما در نزد الله تعالی می باشد. الله تعالی ما را خلق کرد و هر لحظه حیات ما را تأمین می کند. ما نماز می خوانیم تا که به خدا نزدیک شده منتداری و محبت خود را به او اظهار کنیم. خدا با نعمتهای فراوانش ما را تأمین نموده است. ما باید شکرگزار باشیم. ما نماز می خوانیم تا این که شکر الله تعالی را برای نعمتهایش به جا آوریم. ما به کمبغلان صدقه داده شکرانه نعمتهای الله را می کنیم. وقتی که روزه می داریم شکر سلامتی و نعمتهای گوناگون داده او را می کنیم. ما نماز خوانده شکرانه خداوند را می کنیم که او ما را آفرید و به ما تن و جان داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: همچون شکرانه برای هر یک بقوم و هر یک استخوان صدقه باید داد. بنابراین هر یک تسبیح صدقه است، هر یک تکبیر صدقه است، به نیکوکاری دعوت کردن صدقه است، از بدی دوری جستن صدقه است. 2 رکعت نماز ضحی همه اینها را در یک جایگی دارا می باشد. روایت مسلم. پسر جانم، این دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول نموده ما نمازهای خود را باید با دقت و سعی و کوشش کامل خوانیم. با همین راه ما شکرانه الله را برای نعمتهایش برای تن و جان خود به جا آوریم. الله تعالی می فرماید: چنان نماز خوان و عبادت مرا کن که مرا به یاد آری. سوره طه آیت 14. و در جای دیگر می فرماید: ای مؤمنان، رکوع و سجده نمایید، سجده خدای خود را نمایید، نیکی کنید، شاید شما خوشبخت شوید.
سوره حج آیه 77. پسر جان، این را فراموش نکن که با انجام دادن نماز ما امر پروردگار را به جای آورده شکرانه نعمتهای او را میکنیم. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و فراموش نکنید که چقدر که آنها این نوا را تماشا کرده ثواب میگیرند، انشاءالله به شما هم این قدر ثواب نوشته می شود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.